پیام و درود از صیقل روی زمین از سمرقند باستانی به شما عزیزان دل و دیده و مخلصان ارجمند گروه آریون. خیلی خرسند هستیم که امروز ما باز یک نفر مصاحب داریم. مصاحب امروزه ما یکی از سرایندگان معروف و مشهور ازبکستان و حتی تاجیکستان گفتن ممکن است سراینده بهترین و خوش‌آواز ارتیستی خدمت نشان داده جمهوری ازبکستان خانم صفیه صفدرова میباشند. السلام علیکم باری دیگر. سلام علیکم. خوش آمدید خانم عزیز. باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز، من بیهوده این کس را خوش آمدید نگفتم. به سمرقند هم به وطن خودشان باشد هم خوش آمدید گفتم، چون که خانم صفیه مدتی زیاده از 20 سال می شود اگر خطا نکنم در ایالات متحده آمریکا زندگی دارند با اهل عائله در شهر نیویورک. بهترین و بینندگان عزیز، باعث خرسندی است که خانم صفیه در برابر آنکه سرودهای بهترین را با زبان ازبکی سراییدن، اینچنین با زبان فارسی تاجیکی هم سرودهای زیاد سراییدن و این زبان را بلد هستند و ما الان حرکت میکنیم با این کس با زبان فارسی صحبت داشته باشیم. سلامت باشید. خب خانم عزیز، ما وقتی که خرد بودیم همون سرودهای زیبای شما رو شنیده به وایه رسیدیم. زمانی که ما کودک بودیم آن زمانها اینترنت نبود، علاقه های موبیلی نبود و ما سرودهای ایرانی رو، صنعت ایران رو توسط سرودهای شما برای خود کشف کرده بودیم. من در خاطر خوب دارم، شاید بینندگان ما هم در خاطر داشته باشند، سرودی معروفی اهل هر کجا که باشیم ما هم ایرانی هستیم و من فکر میکنم که بله این سرودی اندی است و من فکر میکنم که شما این سرود رو نه فقط برای خوش بودنش سراییدید، بلکه این سرود از حیات شما، از بیوگرافی شما هم معلومات میدهد، چون که شما خطا نکنم نماینده ملت ایرانی هستید. بله، اصالتمون ایرانیه. آفرین. بله، به سمرقند دنیا آمدیم. بله بله دوستان عزیز، سمرقند ما یک شهری سرملت است. در اینجا ملت های گوناگون اهلانه دوستانه زندگی میکنند و یک قومی هستند که گذشتگان آنها از ایران به سمرقند آمدند و در سمرقند مقیم شدند و خانم صفیه هم نماینده آن همین ملت ایرانی یا اینکه گوییم قومی ایرانی هستند. و این خاطر سرودهای فارسی را خیلی خوب الان ما در شهر نشابور توی ایران فامیل داریم. آفرین. پسر برادرای پدرم که بچه هاشون اونجا نشابور زندگی میکنن، هر زمان مثلا میان سمرقند مهمانی. ما هیچ وقت نرفتیم ایران ولی آنها میان و فکر میکنم انشاءالله رزق میرسد که شما هم به نشابور به سیاحت میروید انشاءالله. سوالی عنعنویه که به صنعتکاران داده می شود، چی یا اینکه کی سبب شده است که صفیه خانم به صنعت آمده است؟ مامان بزرگ من میخوندن، دایره میزدن میخوندن. بله. شاید ژنتیکه. بله شاید که ارثی باشد از بله. و باز سوالی دیگر، از آنجایی که من میدونم شما در یک عائله سرفرزند به دنیا آمدید. عائله 10 نفره. 10 نفر. مادر من مادر قهرمان. آفرین. 5 تا دختر 5 تا پسر آوردن. چون خب با پدرمون هم دیگه رو دوست داشتن، بچه دوست داشتن. چه خوبه که آیا از همین 10 نفر فرزندی پدری غیر از شما باز یگان نفر به ساحه صنعت هستن؟ بله بله. خواهر من حلیمه در تاجیکستان، کنسرواتوار تاجیکستان تحصیل کرده. اونم آهنگای کلاسیکی میخوند. برادر بزرگم سید حسین غجک ویولن درس خونده اینجا در سمرقند. همه چیزا رو میزنه، تارم میزنه، رباب میخونه. بله بسیار خوب است. برادر بزرگ من اصلا راهبر ارکستر ما بود. بله سید حسین. بله راهبر ارکستر ما بود. همیشه از کوچیکی من آهنگا رو به من یاد میداد. خب آهنگای ایرانی که من از کاست‌های گوگوشو، اندی، هایده ما هستی، ستار و این از اونا یاد گرفتم. ولی آهنگای ازبکی را برادر من سید حسین یاد داده به من. برای بینندگان بیشتر دانستن
حیات اویلوی شخصانی مشهور هم جالب است. خیلی جالب است. درباره اویله خودتون، حیات شخصیتون معلومات داده میتونید؟ چند نفر فرزند؟ من 2 فرزند دارم. دختر من سواره تحصیل کرده تو نیویورک. کدام آودیتور ماستر دیگری ماجستر میشه. کار میکنه توی کمپانی PwC بیگ فور. بله چند ساله مثلا. پسر من ژنتیک گذشته از بابام و از برادر بزرگم. اونم ویولون میزنه. خب چه خوبه. ویولون نوازه. کمال جون اسمش کماله. بله کمال الدین. کمال الدین جوان بود، بچه بود، اونم میخوند، آواز میخوند. حتی که وقتی که اندی اومد سمرقند کنسرت گذاشت، اون موقع با اندی کلیپ هم ساخته بود. من در خاطر دارم این جوان رو. پسر شما بود. چه خوبه. با هم با بخارا رفته بودن. بله بخارا رفته بود. اون پسر منه. چه خوبه. ولی الان بزرگ شد دیگه، تو فارماسی کار میکنه. نیویورک، در شهر نیوجرسی. ولی شبا با من میاد پارتی، پرژن پارتی میگیم، پارتی ایرانیا، عروسی های ایرانیا، با من ویولون میزنه. خوب است. هم موزیسین هست، هم کار فارماسی رو داره. بله. و فکر میکنم که دختری شما هم ژنتیکی از شما گرفته است، چون از ترجمه حال شما خواندم که شما یک مدت حسابدار هم بوده. بله. چون من حسابدار بودم، شاید اونم درس همون آدیتور را خوند. آدیت اکاونتینگ، ساحه اقتصاد. بله. هر دو. اقتصاد. بله. بسیار راست میگین. بسیار خوب. کلین یا داماد کردید؟ بله. عروس آوردیم برای پسرم از سمرقند. بهترین. انور خانم. بسیار خوب. 2 نوه دارم. نبیره هم دارید؟ نوه یعنی که نبیره است با زبان فارسی. 2 نوه، دختر، هر 2 تاشون. چه خوبه. آریانا. مادر کلانی جوان نکرد. خودتون حالا جوان هستید مثل که عروس. سلام مریم، آریانا. 2 تا نوه دارم. آنها هم خیلی دوست دارن آهنگای ایرانی، آذری. خورده هستن؟ بله. 1.5 سال و 2.5 سال کوچیکن، ولی میخونن. با موسیقی ایرانی، آذری خیلی علاقه دارن. البته چون در خانه صنعتکار هستن، در هوایی که مثلا با سرود و با صنعت است، چنین تربیت می‌یابند. بله. میخونن، پیانو میزنن با من. چون منم معلم پیانو هستم خودم. درس پیانو خوندم اینجا سمرقند در مدرسه موسیقی. اینام دارن شروع میکنن پیانو میزنن، میخونن. خدا رو شکر. خانم صفیه، شما کی را در ساحه صنعت برای خود استاد میدانید از صنعتکاران بزرگ و با آنها چی میکنید؟ پیروی میکنید؟ از کوچیکی من از 7-8 سالم بود که من شروع کردم. خواننده سلطان پاشا اودایوا، همه آهنگاشو از رادیو گوش میکردم. خیلی من دوست داشتم آهنگای سلطان پاشا اودایوا را. همه را از رادیو یاد میگرفتم. چون هنوز بلد نبودم که نوشتم. مثلا الان خیلی خرد بوده. بله. یه آهنگ میخوایم یاد بگیریم، کاستش میذاریم یا مینویسیم. ولی 7 سالم بود از رادیو گوش میکردم و توی ذهنتون؟ تو ذهنم میموند، یاد میگرفتم. خب ولی استاد حساب میکنم خیلی ها را، خواننده ها را، چون همه خواننده ها را من گوش میکردم از رادیو، از تلویزیون. محبت شمعی و مثلا نصیب عبدالله و استاد ما بهترین بله بهترین استاد ما سمرقندی هستن اون کسی. بله. افتخار ما. بله. افتخار میکنیم. خب خواننده های ایرانی، گوگوش، مهستی، هایده، اینا را حتما استاد حساب میکنم. یه استاد دیگه هم داریم مثلا اینجا واسه همه خواننده های سمرقند درس میده. زاهد جان سلیموف. اون
اونم همه آهنگای آذری، ترکی، ایرانی، آهنگای کلاسیک ازبکی همه رو یاد میده به ما. و امروز خود نیز به درجه استاد صنعتکار رسیدید. آیا شاگردها دارید در این ساحه؟ بله شاگردها خیلی دارم. تو خود نیویورک هم شاگردا رو داشتم، خیلی یاد گرفتن، الان میخونن تو همه پارتی ها. اینجا هم داشتم، می اومدن تو خونه ما یاد میگرفتن، دخترها و پسرها هم می اومدن. بسیار خوب. بینندگان عزیزی ما شما را بیشتر با همان سرودی وطن یگانه است، وطن یک است، یعنی که وطن یگانه در وطن بیتدر که با زبان ازبکی سراییده بودید با این سرود میشناسند و این سرود که زیاده از 20 سال شده است پیدایشش تا حال در خاطر مردم هست. بیشتر 30 سال شد. بیشتر است. بله 95 سال خونده بودم اولین دفعه، ولی 96 من خوندم توی فستیوال. بله که تا تاشکند گذاشت، جایزه گرفتم. از اون موقع دیگه این آهنگ معروف شد. ملت خیلی دوست داشتن آهنگ رو، تا هنوز زنده است. سلامت باشید. انشالله که باز هم سالهای زیاد زنده باشد. Vatan yeganedir, vatan birdedir. Vatan yeganedir, vatan birdedir. انشالله. الان برای بینندگان ما کدام سرود را زمزمه میکنید؟ چون که مردم همه وقت از سراینده بهترین سرود زنده و با آواز زنده شنیدن میخواهند. اگر ایلاج باشد. یه آهنگ مادر که موزیکش هم خودم ساختم، بهترین برای مادرهای سمرقند. گوش میکنه مادر جانهای عزیز. مادر بر چشم دلم نوروزیای مادر، صد بوسه زنم به نقش پای مادر، در خانه چشم من صفای مادر، در خانه چشم من صفای مادر، بر چشم دلم نوروزیای مادر، مادر بر چشم دلم نوروزیای مادر، از چرخ نجویم اختری بختم را، شکرانه مهر دیده های مادر، داروی و دوایی به شمار باشد، صد بوسه زنم به نقش پای مادر، مادر صد بوسه زنم به نقش پای مادر. آفرین، بهترین. خسته نباشید، خسته نباشید. شما که زیاده از 20 سال می شود در مسافرت دستید، مثلا از وطن دور هستید، عادتا میگویند که قدر وطن را، احساس وطن را از مسافر پرس. بله. آیا سمرقند را پس ما میشوید؟ بیشتر من این را حس کردم وقتی که رفتم مسافرت، چون تو سمرقند به دنیا اومدم. تا 38 سالم فقط تو سمرقند زندگی میکردم، حتی که دعوت کردن تاشکند مثلا کوچ کنم تاشکند اونجا زندگی کنم، من نرفتم تاشکند. فکر میکردم از سمرقند دور از سمرقند تو هیچ کدوم شهر نمیتونم برم زندگی کنم اونجا، ولی اونی که خدا خواسته بود بله اون میشه. ما با گرین کارت با بچه ها رفتیم، اهل عائله موو کردیم نیویورک. فکر نمی کردم مثلا اینقدر من میتونم 20 سال اونجا زندگی کنم. خب همیشه رفت آمد که داریم. میایم همیشه سمرقند، هر دفعه که میام من میرم تاشکند
کنسرت ها میذارم، از تلویزیونم برآمد میکنم. دیده بودم. آفرین. بله. برای بینندگان عزیز ما، برای مخلصان خانم صفیه صفدر و یک خبری خوش رسانیدن میخواهم. خانم صفیه صفدر و سراینده دوست داشته ما و شما، خطا نکنم تا ماه اکتبر اینجا هستند. بله. اگر شما میخواهید که خانم به جشنهای شما، به روز خرسندی شما تشریف آورند، از صنعت والای این کس بهره مند شوید، میتوانید به رقم‌های زیرین زنگ زنید. خانم در خدمت شما هستند. بله. تا آخر اکتبر هستیم. تا آخر 3 ماه اینجا هستیم سمرقند. از سمرقندیان عزیز میتوانید خانم را به جشنها دعوت کنید. بله. شما زبان فارسی ایرانی رو اینجا خوب یاد گرفتید یا بعد از نه، آنکه تو امریکا یاد گرفتم بیشتر. یاد گرفتید؟ چرا؟ چون من وقتی که رفتم امریکا اونجا با ارکستر کامران، آقای کامران، خواننده کامران، من کار کردم. ارکستر ایرانی بود، چون بیشتر صحبت کردم فارسی با اونا، بیشتر یاد گرفتم. اینجا هم بلد بودم کم. آیا علاج هست همون سرودی دوست داشته من که ما در کودکی، نه تنها سرودی دوست داشته من، فکر میکنم که بسیار از مخلصان شما دوست میدارن، همون سرودی اهل هر کجایی باشی ما هم ایرانی هستیم رو به طور زنده کمتر سرایت؟ بله. مرحمت. تو عروسی ها میخوندیم، خیلی میخوندیم این آهنگ را. تو اهل خوزستانی بچه آبادانی، اهل آذربایجانی یا بچه کرمانی، اهل بلوچستانی یا بچه سیستانی، اهل هر کجایی که باشی ما همه ایرانی هستیم، واسه رفتن به خونه به انتظار نشستیم. اهل هر کجایی که باشی ما همه ایرانی هستیم، واسه رفتن به خونه به انتظار نشستیم. آفرین. تشکر که این خواهش ما را رد نکردید. دوستان عزیز، یادآور میشویم صحبتی ما با خانم صفیه صفدر و در یکی از مهمانخانه های معروف شهر سمرقند، در مهمانخانه زیرالبخت که در مرکز شهر سمرقند در خیابان دانشگاه که سمرقندیان اینجا را بولوار میگویند جای گرفته است، برگزار شده ایستاده است. برای این به خادمان این مهمانخانه، به ماموریت مهمانخانه میnnadاری اظهار میکنیم. تشکر میکنیم. یادآور میشویم هم صحبت ما، مصاحب امروزه ما، یک نفر سراینده معروف و مشهور، خواننده بهترین سرودهای شرقانه، ارتیست خدمت نشان داده جمهوری ازبکستان، خانم صفیه صفدر و بودند. و شما میnnadاری اظهار میکنیم برای آنکه وقتی عزیزی خود را دریغ نداشته تکلیف ما را قبول کردید و با ما یک صحبتی پرمضمون داشتید. تشکر میکنم دلربا جان برای تکلیف. سلامت باشید. به شما در جاده سند پروازهای بلند را تمنا داریم. خسته نباشید. سلامت باشید.